محمدرضا شاه پهلوی ملقب به شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشداران، دومین پادشاه دودمان پهلوی بود که از 1320 تا 1357 خورشیدی بر ایران حکومت کرد. او بعد از پدرش رضا شاه در سال 1320 به پادشاهی رسید و تا شورش 1357 در قدرت باقی ماند. شورشی که پیرو آن نظام شاهنشاهی پایان یافت و نظام جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. در این ویدیو درباره یکی از مهمترین اتفاقاتی که محمدرضا شاه اون رو پیش بینی کرده بود صحبت کردیم و در آخر ویدیو مطلب مهمی درباره کتاب مهم پاسخ به تاریخ حرف زدیم. پس هموطن گلم، تا آخر این ویدیو کنار ما باش و ما رو همراهی کن و اگر هنوز عضو این کانال نیستید باعث افتخار ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو روشن کنید. محمدرضا شاه پهلوی در آخرین کتاب خود به نام پاسخ به تاریخ تلاش کرد تا با پرسش نسل‌های بعد از خود درباره کارنامه و دوران زمامداریش پاسخ بده. این کتاب در اصل به زبان فرانسه منتشر شده و بعد از چندی به زبان فارسی در ایران هم انتشار پیدا کرد. محمدرضا پهلوی در مقدمه این کتاب می‌نویسه: در این کتاب قصد دارم نشان بدم که چرا در راه رسیدن به اهدافم پافشاری می‌کردم و چرا می‌خواستم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه مبارزه طبقاتی بنا کنم. جامعه‌ای که همه در آن یکپارچه و وابسته به یکدیگر باشند. و گفتنی است چون همه کشورهای جهان، چه کشورهای غربی، چه بلوک شرق و چه جهان سوم، حسن تفاهم داشتم، این امکان برایم فراهم اومد که بتوانم در محیطی آکنده از صلح و صفا کوشش خود را برای رساندن ایران به سوی تمدن بزرگ دنبال کنم. تردیدی نیست که محمدرضا شاه پهلوی از قیام مردم بر علیه خود شوکه و غافلگیر شده بود. او فکر می‌کرد زحماتی که برای مردمش و رفاه آنها کشیده مورد توجه آنها قرار گرفته، ولی حالا که مردمش بر علیه او شورش کرده بودند، او بود و یک انتخاب که بین مردم و شورش اونها چی کار کنه. بعضیا معتقدند بیماری سرطان شاه و بدتر شدن وضعیت جسمانی او و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن وضعیت سیاسی کشور بر نحوه تصمیم گیری او در برابر شورش مردم مؤثر بوده. شاه در دهه‌های 1330 و 1340 و حتی در اوایل 1350 از لحاظ فیزیکی سرحال و سالم و از نظر سیاسی هم از نگاه اکثر رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر میشد و تصویری از یک رهبر مقتدر رو نمایش می‌گذاشت. اما چنین شاه قدرتمندی هنگامی که در سال 57 با موج شورش‌ها و گسترش ناآرامی‌ها و تظاهرات از نظر فیزیکی و سلامت بدنی در شرایط مساعدی نبود و از نظر روحی نیز به مردمی که احساس می‌کرد با آنها خدمت کرده به شدت رنجیده بود. اینک بعد از چند دهه بعد از درگذشت شاه این موضوع مطرح می‌شود که پاسخ‌های او به تاریخ در کتابش تا چه حدی قانع کننده است و تاریخ چه قضاوتی درباره او و کارنامه‌اش دارد. موضوع اولی که شاه در کتابش به اون می‌پردازه کوشش برای تفهیم یک چارچوب تاریخی در جهت درک اصلاحات پهلوی برای خواننده است. شاه از دیدگاه خود تاریخ ایران رو از دوران اقتدار تا ضعف، از دوران قدرتی تا استعمارزدگی مورد بررسی اجمالی قرار میده تا خواننده متوجه اهمیت و حساسیت اصلاحات عصر پهلوی بشه. موضوع دومی که شاه به اون میپردازه توضیح و توجیه دیدگاه خود از تجدد طلبی او از پرونده اصلاح طلبی و تجدد خاص خود دفاع میکنه و اگرچه برخی انتقادها و اشتباهات رو میپذیره، مانند تشکیل حزب رستاخیز، اما بر سر مسائل مهم همچنان بر سر موضع است. برخورد با مصدق و کودتای 28 مرداد که در حقیقت یکی از درست‌ترین کارهای او بود، چون مصدق قصدش فقط برقراری دولت پهلوی و آوردن دولت قاجار بر سر کار بود. دفاع شاه از پرونده اصلاح طلبی و تجددخواهی حکومت خود با اهمیت‌ترین بخش کتابه، چرا که خواننده متوجه میشه که شاه برای ایران و آینده ایران نقشه‌هایی داشته که شاید اونجا بتونیم از دیدگاه خاص او تجدد نام گذاشت. به این معنی که شاه مانند بسیاری از حکومتگران هم‌نوع خود زاویه دید خاص خود را از تجدد داشته و برای عملی کردن اون کوشش زیادی کرده. به گفته آبراهامیان آخرین وصیت سیاسی شاه یعنی کتاب پاسخ به تاریخ عجیبه که شاه گفته هدف اصلی حمله انگلیسی‌ها به ایران در سال 1320 رهایی از شهر پدرش بوده، چون به خاطر لغو امتیاز نفتی خشم اونها را برانگیخته شده. به باور شاه
انگلیسی‌ها همراه با شرکت‌های نفتی با روحانیون عملاً انقلاب اسلامی رو به تلافی دفاع او از اوپک و آرمان فلسطینی‌ها طراحی کرده بود. هم فلسطینی‌ها هم اسرائیلی‌ها از شنیدن چنین سخنانی شگفت زده می‌شدند. شاه به هنگام مرگ اعلام کرد CIA به همراه MI6 انقلاب 57 را طراحی کردند و او می‌پرسد چه کسی پول تظاهراتی را داده که شرکت کنندگانش زلف سیاه و برون داشتند. این هیبت به ندرت در ایران دیده می‌شود. او پیدایش و گسترش حزب توده و نیز ترور ناموفق خودش توسط فدایان اسلام رو به انگلیس مربوط می‌داند و می‌نویسد ما همیشه مشهور بودیم که مصدق مأمور انگلیسی است. اما واقعا شاهنشاه وقوع کرونا رو پیش بینی کرده بود. در بخشی از کتاب پاسخ به تاریخ آمده آنها غربی‌ها همه چیز رو مدیریت می‌کنند و گمان می‌کنند بر همه چیز احاطه دارند. اما از یک واقعیت اساسی مطلع هستند. شرق، خاص شرق دور، اژدهایی خفته در خود دارد که سرانجام بیدار می‌شود. آنها به مدد جمعیت فراوان، اقتصاد و مورچه‌وار و با سخت‌کوشی ارتقا خواهند داد و سپس به مدد رموز پنهان، طب خود و با گسترش بیماری‌های قابل سرایت اقتصاد غرب را زمینگیر خواهند کرد. من نشانه‌ایت رو می‌بینم و کمتر از نیم قرن شاهد پانودمی خواهیم بود که جهان را در رکود و ترس قرار خواهد داد. غرب جواب زیاده‌خواهی و بی‌قاعدگی‌اش را خواهد پرداخت. اینها سخنانی از محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر در کتاب پاسخ به تاریخ است. مدتی است تصویری به عنوان اپیدمی کرونا و پیشبینی شاهنشاه آریامهر در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه که میگویند محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ شیوع کرونا رو پیش بینی کرده، اما واقعا واقعیت داره؟ کتاب خاطرات آخرین پادشاه ایران در قبل شورش 57 نخستین بار در سال 58 به زبان فرانسوی منتشر شد. با نگاهی به نسخه‌های انگلیسی و ترجمه فارسی این کتاب مشخص شد چنین محتوایی وجود نداره و عده‌ای بر این باورند که این ادعای ساختگیه. ممنون که تا اینجا ویدیو کنار ما بودید. در ویدیو بعدی درباره یکی از مهمترین اتفاقات دوره پهلوی حرف میزنیم. پس هموطن گلم، اگر هنوز عضو این کانال نیستید، خوشحال میشیم ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو بزنید.